ما قرار هستش در مورد تفاوت نسل ها و تأثیری که در فرزند پروری داره با شما صحبت بکنیم. به شکل تخصصی تر به این موضوع میپردازیم با حضور خوب سرکار خانم دکتر سهیلی مهر عزیز که ایشون استاد محترم دانشگاه هستند و همینطور روانشناس و انشاءالله گفتگوی خوبی رو در کنار ایشون در همین خصوص تقدیم حضورتون کنیم. خدمتتون سلام و خوش آمدید. سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی داخل استودیو و همراهان و بینندگان عزیز برنامه‌مون. انشاءالله که شروع هفته زیبایی رو داشته باشیم. انشاءالله که همینطور هستش. خانم دکتر، تفاوت نسل ها، پدر و مادرها، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نسل های بعدشون، این تفاوت نسل رو یک مقدار اگر توضیح بفرمایید من ممنون میشم. و بعدم آیا درسته که ما این رو بگیم که پدر و مادرها با فرزندانشون تفاوت نسل دارن؟ درسته. ببینید تفاوت اگر خود کلمش رو بخوایم ببینیم به لحاظ رشدی و تکاملی بله درسته. یعنی شما در حال حرکت رو به جلو هستیم، داریم رشد پیدا میکنیم، تکامل پیدا میکنیم، این تفاوت ایجاد میشه. من با خانواده‌ام، من با پدر و مادرم، فرزندم با من و همینطور این رویه به سمت جلو میره. طبیعیه. کجاش میشه غیر طبیعی؟ کجا تبدیل به در واقع یک چالش میشه، یک شکاف نسل میشه؟